بچه ها سلام. امیدوارم که عالی باشید. توی این ویدیو میخوام در مورد دوره های آمپلا کبک و دوره هایی که توسط دولت در حالا استان کبک یا در کانادا ارائه میشه صحبت بکنم. به نوعی اینجا نقطه‌ای بود که مسیر من رو بعد از مهاجرت برای بازار کار کانادا مشخص میکرد. توی ویدیو قبلی من اونجا تموم کردم که بعد از 1 سال اپلای کردن برای پوزیشن های مختلف حتی یه دونه دعوت به مصاحبه هم نگرفتم. تقریبا توی پایان ماه 12 متوجه شدم که دارم پدر میشم و این موضوع هم منو خیلی خوشحال کرده بود و هم استرس زیادی رو به من داده بود. خب من متوجه شده بودم که در واقع اینی که حتی یه دونه دعوت به مصاحبه هم نمیگیرم به خودم و رزومم برمیگرد. مورد اولی که فهمیدم این بود که رزومه من ترجمه شده یک رزومه فارسی بود. این رزومه بر مبنای استانداردهای یک رزومه آمریکایی شمالی ساخته نشده بود. مشخص بود که شخصی که این رزومه رو ایجاد کرده یا فرستاده کسیه که این رزومه رو یا از روی رزومه یک زبان دیگه ترنسلیت کرده یا در واقع اون چرا که در داخل رزومش گنجونده لزوماً درست نیست. مورد دوم نداشتن سابقه کار کانادایی بود. توی اون ایام خوب یادمه وقتی که داشتم توی یوتیوب سرچ میکردم با یه ویدیویی برخورد کردم که داشت در مورد Catch 22 صحبت میکرد. Catch 22 در واقع یه جور اکسپرشنه که من بعدها از همین Catch 22 توی مصاحبم استفاده کردم و کامل در چهره مصاحبه کننده حس کردم که چقدر تحت تأثیر این حرف قرار گرفت. Catch 22 میگه که شما برای به دست آوردن یک پوزیشن یا یک شغل نیاز به سابقه کار دارید و برای داشتن سابقه کار نیاز به یک شغل دارید. در نتیجه شما در یک حلقه قرار میگیرید که بی نهایت ادامه داره. توی این ایام توی رفت و آمدهایی که به آمپلا کبک داشتم متوجه شدم که دوره هایی رو که آمپلا کبک ارائه میکنه که قبلا توی ویدیوم توضیح دادم که شامل 2 دسته دوره های با وام و بورس و دوره های $2 هستش. پایان این دوره ها دوره کارآموزی داره و اون کارآموزی میتونه به عنوان سابقه کار کانادایی محسوب بشه. حقیقت امر این بود که من از بابت نالج کاری مشکلی نداشتم، یعنی تست های مختلفی رو به صورت آنلاین انجام داده بودم و میدیدم که توانایی انجام اینجور فعالیت ها رو توی زمینه برنامه نویسی یا نتورک کامپیوتر دارم. در نتیجه به اینجا رسیدم که خب شاید بهتر باشه یکی از این دوره ها رو بگیرم. به خاطر اون 2 ماه کارآموزی هم میشه یه مدرک کانادایی برام و همین که 2 ماه سابقه کار کانادایی رو هم به دست میارم. واقعیت امر این بود که از اونجایی که دوره های زبان فرانسه رو باید کنسل میکردم همه به هم میگفتن این کار رو نکن، این کار لزوماً بهترین راه حل برای تو نیستش. خب من تو دانشگاه مونترال داشتم زبان فرانسه میخوندم، یکی از بهترین جاها برای خوندن زبان فرانسه بود. غیر از کلاس زبان فرانسه ما اجازه داشتیم از تمام امکانات دیگه دانشگاه به صورت رایگان استفاده بکنیم و خب من باید با همه اینا خداحافظی میکردم. اولین چیزی که من باهاش برخورد کردم
اولین فرصتی که در واقع برای این دوره ها برای من به وجود اومد، یک کالج توی مونترال وجود داره به نام کالج داوسون. این کالج انگلیسی زبانه و در واقع به نوعی یک کالج دولتی محسوب میشه. دوره های در واقع اون دوره های $2 هم توی همین کالج کلاس دارن و کلاس های نتورکش تا اونجایی که من میدونم سیسکو نتورک به زبان انگلیسیش توی کالج داوسون برگزار میشه. شروع کردم به این که توی این دوره ثبت نام بکنم، ولی توی پروسه ثبت نام متوجه شدم که نمیتونم، چون یکی از گزینه هایی که شما میتونید توی این دوره ها ثبت نام بکنید، دوره هایی که وام و بورس نداره، اینه که شما باید شاغل باشید، شما باید یه جای دیگه مشغول باشی، از اونجا درآمد داشته باشی و بتونی با اون درآمد زندگی بکنی، اما علاقه داری که خب فیلد کاری تو تغییر بدی، میای توی این دوره ها ثبت نام میکنی و در نهایت موو میکنی به یک پوزیشن دیگه. خب آمپلوا کبک اصرار داشت که نه، شما نمیتونید توی این دوره ثبت نام بکنی. اما به هر طریقی که فکر میکردم پیگیری کردم و در نهایت تونستم رضایت آمپلوا کبک رو جلب بکنم که اونها به من یه نامه بدن به عنوان مجوز که من توی این دوره ها ثبت نام بکنم. کالج بسیار عالی بود. محل کالج با محل زندگی من خیلی مسافت کمی داشت. تنها بدیش این بود که من وام و بورسی نمی گرفتم، همه هزینه هاش به عهده خودم بود و فکر میکنم اونو فقط یه هزینه خیلی کوچیک رفت و آمد هول و هوش 50 یا $60 رو پرداخت میکرد. توی اون ایام تمام فکر ذکر من شده بود ثبت نام کردن توی این دوره و پاس کردن امتحانش. تمام دوره هایی که از طرف دولت برگزار میشه به این شکل، از اونجایی که این دوره ها به درخواست کارفرماها ایجاد شدن، چون بازار کار نیروی بیشتری رو میطلبه، آمپلوا کبک تصمیم میگیره که این دوره ها رو بذاره، در نتیجه یه تست میگیره چون متقاضی براشون زیاده. 2 امتحان داره. یه امتحان تست هوش داره که تقریبا 7 تا 8 سوال هوشه، ولی سوال ها به صورت سناریوه. شما باید سوال رو متوجه بشی، درکش بکنی و بعد اون جوابهای حالا مورد نظر رو بدی. منظورم اینه که تصور نکنید که یک خط سواله و یه جوابی رو باید پایینش بنویسید. سناریو داره، یه داستان داره. مورد دومش سوالهای مرتبط با اون رشته است. به عنوان مثال اگه شما در زمینه نتورک میخواید وارد بشید، سوالهای مرتبط با شبکه رو ازتون میپرسید. من ثبت نام کالج داوسون رو انجام دادم. توی همین رفت و آمدهای توی کالج داوسون برای ثبت نام، ارائه دادن مدرک و موارد دیگه، متوجه شدم که یک کالج انگلیسی زبان دیگه هم وجود داره که البته خیلی دورتره، به نام کالج جان ابوت. اونجا هم همین دوره ها رو داره، اما $2 نیستش، دوره های اواسه هست، با وام و بورس هم داره، اما خیلی از من دور. من توی اون دوره هم برای اطمینان خاطر ثبت نام کردم. خب کالج داوسون دوره شبکه بود، کالج جان ابوت دوره برنامه‌نویسی تحت وب بود که خب البته با رشته دانشگاهی من کاملا مرتبط بود. من هر 2 امتحان رو دادم، توی هر 2 کالج قبول شدم و هر 2 کالج 2 نامه جداگانه برای من فرستادن که شما پذیرفته شدید، جهت ثبت نام تا قبل از فلان تاریخ مدارکتون رو برای ما بیارید. خب اینجا دیگه باید انتخاب میکردم، برم کالج داوسون بدون وام و بورس یا برم کالج جان ابوت که وام و بورس داره اما خیلی دوره و واقعا مسافت زیادی رو من باید طی میکردم. پابلیک ترانسپورتش هم به این راحتی نه، ماشینم اون موقع نداشتم. خیلی تحقیق کردم، خیلی بررسی کردم که واقعا انتخاب درست کدومه. کما اینکه ابتدای امر با تمام وجود دلم میخواست کالج داوسون بشه،
اما الان که هر دو تا آپشن برام اتفاق افتاده بود، امکان این رو داشتم که بین این دوتا یکیش رو انتخاب بکنم، مونده بودم چیکار کنم. دوباره دست به دامن اینترنت و گوگل شدم و متوجه شدم که رنج حقوقی اینها خیلی توی بازار کار کانادا تفاوت داره. ضمن این که اون رشته برنامه نویسی اگر شما بتونی خوب توش رشد بکنی، جای پیشرفتش بسیار از شبکه بیشتره. در نهایت تصمیم گرفتم یه نامه انصراف به کالج داوسون بدم و مدارک خودم رو جهت ثبت نام به کالج جان ابوت ببرم. من توی یه ویدیو جداگانه 1 سال دوره برنامه نویسی توی کالج جان ابوت رو براتون توضیح خواهم داد. توی این مقطع فقط میخوام بهتون بگم که نوع انتخاب من نسبت به اینکه وارد شبکه بشم، کار شبکه و نتورک بشم، و یا اینکه یک دوره برنامه نویسی رو انتخاب بکنم که علاقه خودم به برنامه نویسی بیشتر بود تا شبکه، چه تأثیر بزرگی رو در روند پیشرفت من توی شغلم به وجود آورد. از اونجایی که من هم علاقه به برنامه نویسی داشتم، هم بخشی از کورس‌های آنلاینی رو که بعد از کلاس‌های زبان فرانسه می‌گذروندم مرتبط با برنامه نویسی بود، و از اونجایی که رشته تحصیلی که توی ایران گذرونده بودم در مقطع کارشناسی اون هم برنامه نویسی بود، مجموعه اینها به من کمک کرد تا من با یک علاقه بیش از پیشی وارد این دوره بشم. علاقه من باعث شده بود که استرس من کم و کمتر بشه و من در واقع با یک شوقی قدم بذارم توی این راه. علیرغم اینکه خب یه نگرانی هایی هم وجود داشت که اگر بتونم کار در این زمینه پیدا بکنم، اینها هم همش برمیگشت به اون دوره‌ای که من رزومه های زیادی رو فرستاده بودم اما هیچ مصاحبه‌ای نگرفته بودم. خب بچه‌ها، من فکر میکنم که تا همینجا کافی باشه. توی ویدیو بعدی براتون اون دوره 1 ساله کالج جان ابوت رو توی 10 تا 15 دقیقه توضیح میدم. مزایا و معایب اون 1 سال رو بهتون میگم و اینکه اونها چطور به رشد رزومه من کمک کردن. خیلی دوست دارم که اون چرا که اینجا ارائه میکنم نه به عنوان یک داستان، به عنوان بخشی از زندگی من، به عنوان یک راهنما برای کسایی که تازه قدم گذاشتن توی این راه مورد استفاده قرار بگیره. طبیعیه که اون چرا که من انتخاب کردم متناسب با روحیات و زندگی شخصی منه، ولی این رو هم نباید منکر شد که بعضی از اینها فکت هایی هستند که به این راحتی تغییر نمی کنن. تایتل همه ماها که تصمیم میگیریم زادگاه خودمون رو ترک بکنیم مهاجره. شما تفاوتی نمیکنه که وارد امریکا بشید، کانادا بشید یا تصمیم بگیرید توی یک کشور توی آسیای شرقی زندگی بکنید. در نهایت همه ما به عنوان یک مهاجر وارد اون کشور میشیم. امیدوارم براتون مفید باشه و بعدم هم نمیاد اگر سوالی در ارتباط با ویدیوهایی که براتون میذارم احیانا اگر براتون پیش بیاد بپرسید. خوشحال میشم بتونم براتون یه ویدیویی رو درست بکنم یا بتونم به سوالتون جواب بدم. مرسی که گوش دادید، مرسی وقت گذاشتید و تا ویدیو بعدی که در رابطه با کالج جان ابوت با هم صحبت بکنیم. مراقب خودتون باشید.